راننده توجک در ولایت ولگا در روسیه با فرگونش به اکسیواتور برخورده است. بنا به اطلاع خبرگزاری محلی ولگا در رژیون، صدمه صبح بر وقت 19 اکتبر ساعت 05:55 دقیقه در ناحیه توتما روی داده. در نتیجه صدمه راننده جراحات وزن جسمانی برداشته، یک مسافرش جان باخته است. رمان اوشاکوف، کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت ولگا خبر داده است که راننده 26 ساله ماشین تمغه سترین شهروند تاجیکستان فاصله بی‌خطری را رعایت نکرده به قفای یک اکسیواتور تحت اداره ساکن توتما سال تولدش 1962 برخورده است. برخورد چنان سخت بود که هر دو واسطه نقلیات از راه بیرون شدند. رمان اوشاکوف به ولگا در رژیون گفت بر اثر برخورد 2 نفر مجروح شدند. راننده سترین و مسافر 49 سالش که ساکن ولایت ولادیمیر است، هر دو را در بیمارستان مرکزی ناحیه توتما بستری کردند. روز 20 اکتبر مسافر بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در ریانیماسیون جان داد. راننده در بیمارستان قرار دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در روسیه ده‌ها زاده تاجیکستان جان می‌دهند.